بفرمایید. مرسی. رمزتون؟ دوستان مثل آب خوردن کل موجودی کارتتون رو خالی میکنن. حالا میگید چطوری؟ با همین دستگاه کوچیک، اسمش اسکیمره. شما وقتی میرید یه جا خرید بکنید، اگه فروشنده کلاهبردار باشه یه همچین دستگاه کوچیکی رو داره، شما حواستون نیست، یه لحظه کارتتون رو توی این دستگاه میکشه و تمام اطلاعات کارتتون همون لحظه کپی میشه اینجا. بعدش میاد تو دستگاه کارتخوان اصلی میکشه، ازتون هم میپرسه رمز. ما ایرانی هم که هممون رمزمون رو میگیم به فروشنده ها. پاتون رو که از مغازه بذارید بیرون، هم تمام اطلاعات کارتتون رو داره، میره یه کارت خام برمیداره، از اینجا وصل میکنه به کامپیوتر و اطلاعات کارتتون رو میریزه رو کارت خام، رمزتون هم که خودتون بهش گفتین. فرداش میره کل موجودی حسابتون رو خالی میکنه. این نوع کلاهبرداری خیلی زیاد شده این روزا، حتما مواظب باشین. بفرستین برای دوستاتون این کلیپو، رمزتون رو نگین، لطفا رمزتون رو به هیچ کس نگین. تو پمپ بنزینا، نمیدونم وانتیای فروشنده های دوره‌گرد، به اینا نگید. فقط یه لحظه است. دیدین الان من همین الان کنار دستگاه کارتخوان بود، کشیدم، هیچ کس هم نمیفهمه. حتما این کلیپو تا انتها ببینید و برای همه بفرستید. ایشالله که این کلاهبرداری کم بشه.